هیچی یاد نگرفتی از آقای خامنه ای؟ نگاه شما با نگاه ما متفاوته. شما از شخصیت رهبر شهید پیدا کردید، آن چیزی که فکر می‌کنید در شخصیت ایشون بود که ما میتونیم ازش درس بگیریم، فکر می‌کنید چه هست؟ چند سالته؟ من 32 چند سالی که تو این مملکتی بعد انقلاب؟ به اندازه‌ای که به دنیا آمدم که از اولی که به دنیا هیچی یاد نگرفتی از آقای خامنه ای؟ نگاه شما با نگاه ما متفاوته. چه بعدیش دیده نشده، کمتر دیده شده. به نظر من هیچ چیزش پنهان نمونده. این تنها کسیه که همه چیزش دیده شده، افشا شده، خودش کرده این کارو. 10,000 سال که شما فرمودید کمتر دیده شده بود، ما جدید بود. خب باید ببینید، برای اینکه شما کتاب نمیخونید مثل خود رهبر. شما باید بدونید که این مرد از کجای تاریخ ایران پیدا شده. همینجوری مثل قارچ از زمین که نرویده که. این از یه تبار بزرگه. خب طبیعی هم هست.